بهم احترام بذاره. خب سوم، آدم حول نمیتونم تصور کنم. یعنی از آدمی که با من همون جوری که با من هست با بقیه هم هست نمیتونم. اون میشه حول. آره حول یعنی چی؟ آره حول یعنی اینکه چشم و دلش سیر نیست از دختر یا از پسر. با دختره دیگه مثلا باشه، مثلا آره با پسرای دیگه. نه که مثلا با تو یه جوریه با یکی دیگه اونجوریه. خب با همه اینجوری باشه مثل من میشه حول دیگه. آقا اگه من دوست دخترش باشم زنش باشم به اینجوری چه که شکلیه؟ ها مثلا به همه میگه سلام عزیزم چطوری؟ سلام عزیزم. نه اینو نمیگم، اینجوری نمیگم. مثلا بره هی قربون صدقه دخترای دیگه بره، خب میشه حول دیگه نمیشه؟ از نظر من به این میگن مثلا حول. با تو لاس بزنه بعد بره با اون یکی هم لاس بزنه، آفرین. خیلی اون خوب. حول. آره دوست دارم مثلا جز من به هیچ کی توجه یا نکنه. هیچی.